سلام، وحید هستم. قسمت دوم بحث آموزش زبان آلمانیمون رو جلو میبریم. قسمت اول راجع به نحوه صرف صفات روی بشتیمت آرتیکلا بود. حالا این قسمت راجع به اون بشتیمت آرتیکلا صحبت میکنیم. بشتیمت آرتیکلا چیا بودن؟ در و داس و دی بودن و ما میخواستیم ببینیم که وقتی ما در و داس و دی داریم بخوایم صفتمون رو صرف کنیم به چه صورت است. قسمت اول اون بود. قسمت دوم ماجرا که الان میخوایم راجع بهش صحبت کنیم زمانیه که حالا اون بشتیمت آرتیکل داشته باشیم. اون بشتیمت آرتیکل ها چیا بودن؟ آینه هستن و حالا میخوایم طبق قسمت اول بریم جلو و ببینیم که خب حالا برای اون بشتیمت آرتیکل ها باید چیکار کرد. دقیقا مثل قسمت اول ما بحث نقاشی کردنه. ما همونطور که مثل قسمت اول یه تیبل کشیدیم یا تابله کشیدیم، اینجا هم به همون صورت ادامه میدیم. یه تابله میکشیم به این صورت و از اینجا به 3 قسمت تقریبا مساوی تقسیمش میکنیم. میذاریم ماسکولین، نویترال، اون فمینین. و مثل دفعه قبل از این برم که خب نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو و گنتیو. خب مثل دفعه قبل به همون صورت این شکلی، یعنی دقیقا تا اینجاش هیچ فرقی با قسمت اولمون نمیکنه. به همین صورت اینطوری یک حالت تفنگی مانند، حالا اگه اسمشو بذاریم تیبل تفنگی، متد تفنگی، یه حالت تفنگی طور اینجا میکشیم و مثل قسمت اول این پایین رو مینویسیم an، کل این پایین an میشه و برای ماسکولین میشه ar و برای نویترال میشه as و برای فمینین میشه a. تموم شد. کاری که باید میکردیم و کردیم. کافیه که دقیقا مثل قسمت اول که توضیح دادم اینجا همینجور این ادجکتیو اندونگ ها رو توی این تیبلی که حالا قبلا آماده کردیم بذاریم. سعی کردم تیبل هم مثل قبلی باشه. تیبل قبلی بحث زیاد شده بود روش اینا، دیگه من زیاد راجعش صحبت نمی‌کنم. 2 تا صفت استفاده می‌کنیم اینجا. برای ماسکولین و فمینین از یونگ استفاده می‌کنیم و برای نویترال هم که خب قطعا نمیتونه دیگه کیندمون یونگ باشه دیگه، خیلی معنی درستی نمیده، منطقی نیست. به خاطر همین از اینجا براش کلاین رو انتخاب میکنیم. خب حالا با توجه به این تیبلی که الان اینجا کشیدیم، این پایین کشیدیم، حالا اینا رو صرف کنیم دیگه. این صفتمون، این ادجکتیومون رو اینجا صرفش کنیم. به چه صورت میشه؟ به عنوان مثال ببینیم. ما گفتیم توی ماسکولین زمانی که نومیناتیو داریم ar میگیره ته ادجکتیومون. یعنی چی؟ یعنی مثلا میشه ein junger Mann، نه؟ و در بقیه موارد میشه چی؟ میشه an. یعنی پس میشه einen jungen Mann، einem jungen Mann، eines یونگن مانس، نه؟ توی گنتیو و داتیو و آکوزاتیو همش میشه یونگن. طبق این جدولمون داریم میریم جلو. خب حالا توی فمینیممون چی میشه؟ میشه eine، اینجا چی داریم؟ ا داریم. eine junge Frau، eine junge Frau. توی آکوزاتیوش باز چیه؟ توی آکوزاتیوش هم باز ا میگیره، میشه eine junge Frau. و بعد توی 2 تا بحث آخر داتیو و گنتیو چی میگیره؟ ان میگیره. eine jungen Frau، eine jungen Frau. به همین راحتی داریم پرش میکنیم تیبلی که واقعا حفظ کردنش واقعا سخته و خیلی بعدها هم خیلی بعد هم باش مشکل دارن. یعنی طرف ممکنه ساینس باشه ولی همچنان با این قضیه کم مشکل داشته باشه. توی بحث نویترال چجوری میشه؟ اینجا طبق جدولمون برای آکوزاتیو و نومیناتیو اون اس میگیره. پس ein kleines Kind، ein kleines Kind، einem دیگه رفتیم توی این قسمت، einem kleinen Kind، eines
kleinen Kindes توی گنتیو. خب دیدین که این جدولمون هم پر کردیم و خیلی ساده این جدولمون رو پر کردیم. سعی میکنم از این بعد بیشتر کلیپ بذارم و کلیپ هم بیشتر در مورد گفتاری باشه، یعنی بحث این باشه که توی روزمره چه اتفاقاتی میفته به زبان آلمانی و با زیرنویس آلمانی سعی میکنم بذارم براتون. کامنت بذارین اگه باز هم نظری، پیشنهادی، کریتیکی، هرچی هست بگین، من خوشحال میشم. روزتون بخیر، تا بعد.